За период где-то 2 месяца ко мне приходили. дар давоми 2 моҳ ба хонаи иҷораи мо тақрибан 6 бор омаданд. ҳар бор одамони гуногун буданд. танҳо як бор нозири минтақавӣ омад. аз ҳамааш боодобтар. ӯ дарро ангушт зад ва гуфт: иҷоза ҳаст дароям? дигарон зада медаромаданд. ҳоло фикр мекунам ки онҳо барои порагирӣ меомаданд. якбора ба ҳадде занги дарро зер карданд ки дуд баромад. мо дудро хомӯш кардем ва онҳо рафтанд. У нас этот звонок начал дымиться, мы отключили, они ушли. خانه با عزیزه و 7 همراهش کارمند سابق پلیس اجاره داده بوده است. مهاجران دیرتر فهمیدند که این بنا برای کارمندان وزارت کارهای داخلی ساخته شده است. با عزیزه در اداره پلیس گفتند که چهره آنها به یکی از گنرال های ساکن این بنا معقول نشده است. زن بارها به شعبه پلیس دعوت شده است. در اتاق 2-3 ساعت نگهداری شده برایشان اجازه حاجتخانه رفتن ندادند. از آنها طلب کردند خانه را فوراً ترک کنند. او به من فشاری روانی می آورد. گفت که آنجا گنرال ها زندگی می کنند. شما با آنها خلل می رسانید و آنها چهره شما مهاجران را دیدن نمی خواهند. آشکارا گفت شما اینجا کسی نیستید و آدم هم نمی حسابیم. همین خیلی معامله داشتند. بعداً مفتش هم گفت شما از اینجا می روید. من گفتم که نمیفهمم. آخر همه حجت‌های ما درست است و چرا باید رویم؟ گفت شما را دیدن نمیخواهند. تمام. دلیل رسمی شکایت از بالای مهاجران را به آن ربط دادند که گویا آنها بیرون از پرتابگاه پرتافتند. عزیزه میگوید با او هیچ عریضه نشان ندادند، ولی وقتی او خواست شکایت نویسد و از امضای سند دست کشد، پلیس به سویش داد زد و تهدید کرد. پس از 3 ماهی تهدید و آمدن کارمندان پلیس به خانه اجاره، آنها این مکان را ترک کردند. عزیزه نیت دارد که به نزدیکی از روسیه بیرون شود. پیشتر میخواستم فرزندم را بیارم. حالا به هیچ شرط راضی نمیشوم که او را بیارم و خودم برآمدم میروم و در گمان است که برگردم. چون که این دیگر کشوری نیست که خوبی ببینی. اینجا پر از نفرت است. این نفرت به من اثر کرده است. اما کوشش دارم که خود را حفظ کنم و مثل آنها نباشم.